دوستان میدانم. همچنین از میهمانای قندوزم. سنت لایزر از پهلوانای نامدار ولایت بدخشان کمک افغان شده است و توجه باشید. مقصد سنت لایزر پیش ما و قدر داره تیمی سر تیمی برجسته لایزر. از طرف الحاج عبدالبصیری بارستانی و محترم پهلوان الحاج پهلوان اسماعیل خان دو تیم جور شده. یک تیم به نام لال بدخشان و یک تیم هم به نام لاجورد بدخشان. از طرف رئیس عبدالعادی خان خراسانی $100 آمریکایی ارچابک سوارکی به خط جور میرسانه امتیاز و همچنان از آیسی ملا حیدر حیدری یک از شخصیت‌های برجسته ولایت بدخشان و یک از تاجران و اسطوران خوبی ولسوالی کشمی بدخشان که همیشه میزبانی خوب کردن، از ایشان هم قلباً تشکر میکنیم. همچنان از تشریف آوری باز هم حامد سوری شوالی خان مدافع را خوش آمدید خیر مقدم میگیم که همراه میهمانانشان وارد میدان شدند. تیمی عتیق مختار، تیمی عقاب و تیمی بصیر باباشور، تیمی لاجورد بدخشان. همچنان $200 آمریکایی هم از طرف رئیس عبدالعادی خان خراسانی برادر رئیس فیصل خراسانی $200. تشویق بکنیم دوستان عزیز، دو تیم است. آفرین به حکمای میدان. الحاج پهلوان اسماعیل دستور میده که بله سایز یک پیش $200 آمریکایی از طرف رئیس عبدالعادی خان خراسانی از پانیمور شهر بزرگ فیلم میدان در جوش انداخته تشویق میکنه. تشویق بکنیم. آفرین به
چاپاندازا و رهبرا محترم انجینر شادی احمد، رئیس عبدالبصیر، رئیس عبدالعلی و رئیس فرهاد اسماعیل زاده که امروز میزبانی میکنه و پهلوان سید محمد جان، همه بزرگان رئیس مولا حیدر حیدری، شخصیت‌های برجسته امروز تیم را آمد میکنن، تشویق میکنن. تیم عقاب و تیم لاجورد است. $200 میکنه از طرف رئیس عبدالعلی خان از مرکز پانیموری ولسوالی شهر بزرگ امروز میدان در جوش انداخته. $200 میکنه جایزه است. همچنان از کماندان سوی اسدالله خان، کماندان برجسته از ولسوالی شهر بزرگ امروز رئیس عبدالعلی خان و تیم برجسته تشویق میکنه، حمایت میکنه. از کماندان سوی اسدالله خان برادر خانده خیلی البته با ما در شهر بزرگ میزبانی کردن، از ایشان هم قلبا تشکر میکنیم. همچنان از انجینر شادی احمد هم تشویق میکنه، کماندان سوی اسدالله قلبا سپاسگزاری میکنیم. سنت مختار، سنت لایزر، یک نمره بیرقی بسواری جیرانی نوربای، سنت لایزر از تیمی سنت لایزر بنفع تیمی خواب یک امتیاز نمره بیرق کمایی نمود. عاطف مختار پهلوان است. عاطف مختار پهلوان بسیاری است رئیس الله شهر بزرگ. سنت لایزر بسیاری است جیرانی نوروای مسعد نمره امتیاز بسیاری است رئیس فاضلگاه اکبرزاده و رئیس دولت افغان مسعد خیلی عاطف مختار است. عاطف مختار بسیاری از رئیس فاضلگاه اکبرزاده و رئیس فرزام و رئیس دولتی افغان یک پرواز در میدان داد. فیلن گساله و زمین است. از تیم عقاب یک و تیم لاجورد بدخشان 0. صبرالحق پهلوان از پای تیزبالی امیر شاولی خان مدافع ببینید که امتیاز میگیرن. تیم عقاب مستحقی امتیازی دایره را شناخته شد و یک نمره بیرق با امتیاز بگیره صبرالحق پهلوان. بسواری از پای تیزبال و توله شکنی آمیر صف $200 بکنی از طرف رئیس عبدالعزیز به همت غروبی رئیس عبدالعلی خان که امروز میدان رقابتی ما را از توفه انجینر شبیر احمد هم قلبا سپاسگزاری میکنیم. نبردن این گساله را از میدان نبردن. همچنان $100 میکنیم از طرف انجینر شبیر احمد. این امروز $100 از طرف انجینر شبیر احمدی سالم گذاشتند. پهلوانای نامداری امیر شاولی خان مدافع مستحقی دو امتیاز دایره علاله صبرالحق پهلوان از ولایت بغلان به نفع رسواری کشم تمایی نمود. فراد مختار پهلوان بسیاری از پهلوان برزی تخار از تیم لاجورد بدخشان. بسیاری از رئیس گلزمان برجوریه چطور نقلته بسیاری از رئیس فاضلگاه اکبرزاده مسعد یک نمره امتیاز از تیم لاجورد تمایی نمود. فراد مختار پهلوان است. بسیاری از تیزبال رئیس فاضلگاه اکبرزاده از شهر کنای فیض‌آباد مسعد یک امتیازی نمره بیرق به نفع تیم لاجورد بدخشان تمایی نمود. $100 میکنیم از طرف انجینر شبیر احمد است. امروز مسابقات جشن نوی یک عربه موتر 0 کیلومتر با قیمتی بالا از طرف انجینر شبیر احمد توفه گذاشتن. از چابک سواری 5 فولادی و 5 کیلویی امتیاز میگیره برشان فروشت به طوری توفه تحویل میکنن.
همچنان از توفه محترم پلوان نجیب نظامی یک از خانزاده ولسوالی بارد پیشری عیسوی نظام الدین خان یک رس اسب تیزبال توبه شکن و قوی هیکل و خوش رفتار البته بر انجینر شبیر احمد نظر به کارکرد فعالیت‌های چشمگیری که در ولایت بدخشان کرده به طور توفه ایران نمودند. آجی شهر پهلوان از تیمی عقاب است. همچنان دوست تیمی لاجورد بدخشان هم به گسل بند است. می‌بینیم که فیردوس پهلوان سلامشاه پهلوان از شیوه بدخشان ارگوی بدخشان دوستان به گسل بند است. تیمی لاجورد بدخشان و تیمی عقاب بدخشان سردار پهلوان و سعدی پهلوان آجی سعدی پهلوان است. از سلامشاه پهلوان دو سالار شخصی در اختیار خود قرار داره. ببینیم که امتیاز به نفع لاجورد بدخشان کمالی میکنه یا خیر. دو مقابل یک تیم عقاب بدخشان سه مقابل یک تیم عقاب سه و تیم لاجورد بدخشان یک است. سلامشاه پهلوان بسیاری است که آیسوی پهلوان صادر است. سلامشاه پهلوان است و سنت لایزرم دوستش برگ سالا بند شده. باز هم سلامشاه پهلوان است. از پهلوان‌های نامدار شیرای بدخشان بسیاری است گیرن آیسه پهلوان صابر است. خیر است وار خیر است. سنت لیزر باز هم سنت لیزر گسلر به اختیار گرفته. امروز سنت لیزر اخبار آمد ببینیم که امتیاز میگیره از تیمی عقاب بدخشان از تیمی عتیق مختار است. ببینیم که امتیاز میگیره. میزبان امروزی ما رئیس فرهاد اسماعیل زاره اینجا توفه میگذاره. سنت لیزر یک پرواز در میدان داد، یک پرواز جانانه را متاسفانه گسله به زمین پرتاب میشه. ببینید سه مقابل یک است. تیم لاجورد بدخشان و تیم عقاب بدخشان فعلا دست پنجه نرم میکنه. همچنان از رئیس جلیل جان رفیقا و دوستای رئیس عبدالعالی خان که اینجا نظارت میکنن تشویق میکنن از انجینر سیوی رئیس جلیل جان پیشرای خاله و دوستای نزدیک رئیس عبدالعالی خان که توفه های رنگ و رنگ امروز میدان ما را رونق میبخشه. از شهامت و همت مردم ولسوالی شهر بزرگ یک دنیا سپاس و قدردانی میکنیم. رولا قایمی پهلوان آجی خیر است. رولا قایمی آجی سعدی پهلوان است. سه مقابل یک است. آجی سعدی پهلوان است. از تیم عقاب است. تیم عقاب سه و تیم لاجورد بدخشان یک. سه مقابل یک است. بله بنفی ولسوالی بارستان است. تیم عقاب بدخشان بنفی ولسوالی بارستان مستحق 3 نمره را کمایی نموده.
$100 آمریکایی از طرف انجینر فروش شبیر احمدی فیلم سالم گذاشتن. همچنان از آقا سید عمران خان و انجینر فاضل و رئیس وسیل ایلالی مسعود الله امانی و بزرگان و شخصیت‌ها و رئیس زمان جان و رئیس جنبش و دوست‌هایی که البته در راستای برگزاری همچون مسابقات با ما همکاری نمودند از تک تکشان قلباً سپاسگزاری می‌کنیم. بصیری باباشور است امتیاز میشه. بله بصیری باباشور بسیاری اصلی رئیس فقط $100 آمریکایی از طرف انجینر فروش شبیر احمد برای پلوان بصیری باباشور. بسیاری طرق رئیس فوهات اکبرزاده مستحق جایزه های رنگارنگ $100 از طرف انجینر فروش شبیر، $100 از طرف رئیس عبدالعالی خان امتیازهای رنگارنگ بصیری باباشور کمایی میکنه. شاردار از طرف زلمه صراف است از روسال جرم و سه مقابل دو تیم اقابل بدخشان و الله جوار بدخشان. سنت است، سنت لایزر است از تیم اقاب مشهور اقاب وارد میدان میبینیم که امتیاز میگیره. از میمانای ویژه ولسواری شهری بزرگ انجینر جلیل جان پیسرای خاله رئیس عبدالعالی امروز مثل خزان واری توفه میتن تشویق میکنن سالم میگذارن مثل بسکشی شهری بزرگ میخوان که رونق بتن. رولا قایمی پهلوان است، راکی که اسمت الله صمیم است. ببینیم که امتیاز میگیره. خیر تشریف آوری محترم آمین سیدی المپیک و تربیت بدنی و ورزش‌های محلی ولایت بدخشان و خوش آمدید عبدالبصیر نیرومند را خوش آمدید خیر مقدم میگیم. راکیب اسمت الله صمیم است. ببینیم که اولای قایم امتیاز میگیره. خیر راکیبی مرحوم آیسی و مرافیز ازبک مستحق امتیاز بلندگسره در اختیار شد. راکیبی مرحوم آیسی و مرافیز ازبک و رئیس الله صمیم فیلم مسئله کساله را داده داره. روی قیومی از پلوانای نامدار ولایت بدخشان فیلم کساله در اختیار داره. ببینید که امتیاز میگیره. خیر از تیم لاجورد بدخشان روی قیومی است. راکیب رئیس الله صمیم روی قیومی یک بار در میدان طوفان کرد. ببینید که بنت الله جواد بدخشان امتیاز میگیره. یک جهان تشکر داخل میدان پنجلر برای نفرای رئیس عبدالعالی خان ولسوالی شهری بزرگ در محترم کلدر خریدن جانم رئیس فیصلی خراسان عتیق مختار پهلوان است. عتیق مختار پهلوان گلزمان
سیز امرالله پهلوان امرالله بیلگذر از تیم اوکاب که میدان دست پنجه نرم میکنه. ببینید که اوکاب نمره میگیره. خب سیز امرالله پهلوان امرالله بیلگذر از ولسوالیش ورزش فیلم مسئولیت گذر به نفع تیم اوکاب باید داره. امرالله پهلوان توپ اندازه قارسین زیرخان فیلم به میدان دست پنجه نرم میکنه. کماندان زیرالدین خان مسعود، کماندان برجسته، کماندان کندگی اشکاشم، فیلم سردات اشکاشم، زیبا اشکاشم، شهنام فیلم امروز تشویق میکنه. سابق سوالاتان امروز دست پنجه نرم میکنه. با همت و غروری کماندان زیرالدین خانم سلام سپاسگزاری میکنیم که میدان مسابقات ما را رونق دارن. امرالله پهلوان است. بسیاری است که ببینیم آیسه سایس نوار داریم که سلام نوار آیسه پلان اسماعیل و آیسه عبدالباسیر یک دفعه تشریف بریم بلوش. سایس یک دفعه بین نجا آیسه پلان یک دفعه تشریف بریم. سایس امرالله پهلوان آفرین امرالله پهلوان. از تمام پلوان و پلان سوی بسیر پلان بسیر پلان عتق لطفاً پلان های تنظیم بکنید. یک دفعه به پیش روشن گیرین آموزش المپیک تربیت بدنی چند کلیان کرد داره. سیز همین یک دفعه چی شو ایران میکنیم. یک دفعه سیز پلوان ها پیش تشریف برین. یک دفعه خیلی پلوان عتیق و آیسه ملا همین را همه تشریف یک دفعه تشریف برین. پلوان عتیق هم اگه بین یک دفعه یک دفعه بارز معذرت دیگه مقصد اینجا آمین سید المپیک کن گرد بره. تمام بین همه بین. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب ولسوالی صاحب، کماندانان بخش امنیتی من در کل، بزرگان، مسافران، مجاهدین، علاقمندان ورزش پسکشی، پهلوانان، علاقمندان خاص ورزش پسکشی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرچه جای سخن و سخن گفتن نیست، ما به این مجبور شدیم که با پیغام نکات تکنیکی را به خاطر بسم پهلوانان برسانیم که ما به خاطر خوشی شما آمدیم. جناب ولسوالی صاحب، مجاهدین قهرمان شما اینجا که به خاطر شما البته پسکشی میگیرن، به خاطر تفریح، به خاطر خوشی شما، امیدوار به این هستم که شما باید استقبال بکنین و خواهش ما است که کسانی که پهلوان هستند اینا هیچ وقت در داخل میدان یک مشکل دارن، بعد از میدان هیچ نوع مشکلی ندارن. ورزشکار یک خواص خوب داره که داخل میدان یکم رقابت ها هست، بعد از اینکه پسکشی خلاص میشه هیچ نوع رقابتی دوا دیده نمیشه. ما یک خواهش دارم از تماشاچای عزیز، شما باید در مسائل ورزش به خصوص در برگزاری مسابقات شما باید مداخله نکنید. مجاهدین ما چند روز است که در اینجا زحمت میکشن، تلاش میکنن به خاطر تشویق شما عزیزا. امیدوار به این هستیم که ما بتانیم که قوانین ورزش در والیبال هم یکیست، در پسکشی هم یکیست، در تمام 52 فدراسیون البته قوانین مقررات یکی است. امیدوار به این هستیم که ما امروز یکم خلاهایی که دیروز بود، امروز ما چی صلاحیت داریم؟ صلاحیت برای حکم، دو حکم در اینجا هست. فعلا حاجی صاحب پهلوان اسماعیل یک از قهرمانان چند مرتبه‌ای البته از این سرزمین فعلا حکمیت میکنه. حاجی صاحب عبدالباسیر فعلا نماینده ماست به صفت فدراسیون پسکشی ولسوالی بارک، فعلا اینا در میدان هستند. دیگه بزرگایی که اینجا همکارشان هستند البته کلی بتان با چهرهایشان آشناسیم. ما یک چیز به پهلوانای عزیز میگم، پهلوانای عزیز متوجه باشو، پهلوان بسیر با باشو.
متوجه این باشین که زمانی که پشت شما دایره میفته کلی پلوان متوجه باش. خواهش ما است که شما نیاین با طرفی سالم گرفتن. بگذارین که وقتی حکم میگیریم حکم هر فیصله که میکنه بعد از این اطاعت بکنیم. اگر اطاعت نبود و این مالا که ما شما دیگه رئیس و ولسوالی در مرکز نمیتونیم که به حساب ما را به حساب حکمیت بکنیم. ما فعلا عملیات المپیک هم باید دوشی ما است. سرپرستی فدراسیون بسکشی هم فعلا البته به دوشی ما جناب مقام محترم ولایت جناب مومن صاحب مقام ولایت و ما البته واگذار شدن که بعد سرپرستی فدراسیون الا سرنوشتی که به حساب تغییراتی میآید نمیآید این به ما واگذار کردن که شما سرپرستی فدراسیون بسکشی هم شما داشته باشید. به هر صورت امیدوار به این هستیم که ما کارتی چی آوردیم؟ سرخ و زرد آوردیم. دو بار آجده پلوان دو بار برش اختاریه بودیم. دو کارتی زرد برش دو بار من پلوانی که تخطی میکنه کشتل میگیره به اصلاح یقام مشکلاتایی که فول خطاب بیشتر میفهمین برش یک بار دادی کارتی دوم که دادی اگر به اصلاح شد خوب نشد کارتی صرف برش میدی ولی که در تیم ملی باشه. ما براتون من حیث کلال ورزشتان هدایت میدم که از میدان خارجش میکنیم ولسواسی هم با ما هماهنگ هستند توان مجاهدین با ما هماهنگ هستند هر کسی که باشه ولی بدون کسی که تیم ملی باشه قهرمان باشه ما از میدان خارجش میکنیم به خاطر که همین اصلاح شوه خوشی مردم به حساب بر هم نخوره. امیدوار هستیم بعد از دو کارتی زرد کارتی صفر برش میدی بخیر از میدان خارجش میکنیم ان شاء الله ما همکارتان دیگه. بازم از کمیسیونی البته برگزاری مسابقات که اینجا همکاری خوب کردن و انجینر صاحب شبیر احمد خان یک جوانی واقعا بسیار دلسوز واقعا خیلی مساعدت کرده در اینجا. ما امیدوار به این هستم که باید کلانهای امارت مانده ولسوالی بارک بخصوص جناب ولسواسی بزرگوار انجینر صاحب شبیر احمد شما یک کمکی به اصلاح تشویقش بکنین. جوان با غیرت است قسمی که رئیس فیصل خراسانی و آقای صاحب عبدالهادی خراسانی اینا جوانایی هستند که همیشه ما و شما را دیگر جوانا البته اسپانسر کردن و تشویق کردن باید حمایتش بکنید که این میدان بخیر چهار اطراف یک دندانه بوده. ان شاء الله متحد توان ما در خدمتتان خواهد بودیم نه تنها در اینجا بسکشی برای اندازه شود برنامه‌های دیگه هم در اینجا ان شاء الله به این موقع زیبا اجرا شود. دیگه به تمامتان صحتمندی میخوایم پیروزی میخوایم. ما امیر پیشتر گفتم وقتی این پوز حلال میشه وقتی که از طرف حکم به اطلاع همگی بزرگوارا و جناب انجینر صاحب رسانده میشه زمانی که به حساب تایید شد با پوزی بعدی رو داریم. ان شاء الله هیچ خفگی نیست هیچ گپی نیست. دیگه بعضی دوستان گفتن که امروز ولسوالی بارک به مسابقات یا شب و نشب باران است. ما گفتم ان شاء الله این مسابقات ما دوام داره. بخیر باشین سلامت باشین. بازم از همگیتون سپاسگزاری میکنم. بخیر باشین. تشویق بکنین از محترم عبدالبصیری نیرومند امیر المپیک و تربیت علمی و ورزش‌های ولایت بدخشان قلباً سپاسگزاری میکنیم که مطابق پالیسی و نرم و برنامه ریاست فدراسیون بسکشی افغانستان پیام رساندند.